هر روز ساعتها وقتمون رو داخل اینستا میگذرونیم. پست ها، استوری ها، لایک ها، کامنت ها. یه روز گذشت، یه هفته گذشت و حتی نمیفهمیم که تمام وقتمون رو صرف چک کردن پیج های مختلف کردیم. اما بعد از این همه وقت صرف کردن چی به دست میاریم؟ اعتماد به نفس پایین، حسادت به زندگی های فانتزی دیگران یا صرفاً احساس پوچی و تنهایی. چقدر ممکنه دیگه خودمون رو گم کنیم؟ این محتواها بیشتر از این که به ما انگیزه بدن باعث هدر رفتن وقت ما میشن، چون انگیزه بدون عمل یک فریبه که ما باش خودمون رو گول میزنیم. اما خب ممکنه ترک کردن اینستاگرام یه شروع جدید باشه، یه فرصت داره پیدا کردن خدا برای زندگی واقعی. وقتی اینستاگرام رو کنار میذاریم به دنیای واقعی برمیگردیم، به لحظاتی که ارزششون از هر لایک و فالووری بیشتره. الان وقتشه که انتخاب کنیم که وقتمون رو چطور بگذرونیم. آیا میخوان همچنان درگیر صفحه‌ای باشیم که هیچ سودی برامون نداره، یا میخوان دنیای واقعی رو تجربه کنیم؟ حقیقت اینه که 90% ما میدونیم که اینستا هیچ سودی برامون نداره، اما باز هم ناخودآگاه واردش میشیم و بعد از گذشت چند ساعت به خودمون اما دیگه دیر شده، چرا که حتی چند دقیقه اکسپلور هم انگیزه ما رو میگیره و ما رو از اهدافمون دور میکنه. اما راه حل چیه؟ شاید قبلا راههایی رو برای ترک اینستاگرام امتحان کرده باشیم، اینکه چند ساعت فقط داخل این برنامه باشیم، یا تایم بندی کرده باشیم، یا چند تا تکنیک دیگه، اما باز هم جواب نگرفتید و ساعتها وقت خودتون رو داخل اینستا هدر دادید. اما برای ترک اینستا کافیه که اونو از روی گوشیتون حذف کنید. بهترین راه همینه که این کار رو انجام بدید و بعد که به هدفتون رسیدید دوباره اون رو نصب کنید. شما با انجام این کار ذهن خودتون رو هک کردید و بعد از گذشت چند روز دیگه ذهنتون به سمت اینستاگرام نمیره.